سلام و روز بخیر بیننده عزیز آزادی. ساعت در دوشنبه 11 است و با آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان در برنامه نوید بامدادی همراه شما هستیم. نخست نگاه میکنیم به سرخط خبرهای امروز 13 ایول. نرخ برق در تاجیکستان باز بالا می رود. جزا برای آزار جنسی در کشور سخت‌تر خواهد شد و کشتار برادرزاده رهبر حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان در ناحیه رشت. وزیر انرژی تاجیکستان گفت امسال نرخ استفاده از نیروی برق را بالا میبرند، ولی نگفت که چقدر. دلیل جمعه روز 12 ایول در یک نشست مطبوعاتی خبر داد که حالا گروه کاری بر سر موضوع بحث دارد و پس از خلاصه نهایی نرخ معلوم می شود. پیشتر بعضی از ساکنان از هر گونه تصمیم مقامات برای بالا بردن نرخ برق تنقید کردند. مقامات همواره میگویند که نرخ استفاده از برق در تاجیکستان در مقایسه با کشورهای دیگر پساشوروی خیلی پایین است. چند سازمان مالی بین المللی از جمله بانک جهانی در چند شرط خود به تاجیکستان بالا بردن قیمت برق را نیز ذکر کردند. وزیر انرژی گفت هنگام بالا بردن ارزش برق در برابر خراجات سیستم برقی کشور، وضع اجتماعی اهالی نیز به نظر گرفته می شود. طی 2 سال اخیر تاجیکستان نرخ برق را گران نکرد و حالا زمان رسیده است که با بالا بردن ارزش برق مسئله بازگردانی مبلغ‌های جلب شده به ساحه نیز دیده شود. افزود او مقامات در حال می‌خواهند نرخ برق را بالا برند که ساکنان برخی نواحی از کمبود برق شکایت دارند. گزارش مفصل درباره نرخ برق در برنامه اخبار آزادی تقدیم شما می شود. سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم. نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها. چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. ضمیمه یا اپ ما را بگیرید. همه وزارات اداره های تاجیکستان روزگی دادند که در کدکس نوی جنایی جزا برای آزار جنسی در کشور پرزور کرده شود. جامعه شهروندی امید دارند که با سخت‌تر کردن جزا پیش راه جنایت های گشنا شدنی تجاوز به ناموس نابالغان گرفته می شود. به خصوص حادثه های به مانند قتل رفیده 8 ساله که با واکنش تند فعالان جامعه شهروندی روبرو شده است. گزارش نوبتی ما در این باره است. مسئولین وزارت عدلیه ضمن نشست خبری گفتند همه وزارات اداره ها روزگی دادند که جزا برای آزار جنسی پرزور شود. تصمیمی که یک نوع پاسخ مقامات به طلب جامعه شهروندی گفته می شود. عقیده وزارت اداره ها گوناگون است، از جمله بعضی ایراد و پیشنهادهای وزارت عدلیه نسبت به آن جای دارد، ولی بعضی معیارها هم هستند که پرزورکنی جزا را نشان می‌دهند، از جمله وابسته به معیارها وابسته به آزادی جنسی. در این سمت پرزورکنی جزا هست که همه وزارت رو در مجموع دستگیری کردند. ولی در این نشست جزئیات زیاد ندادند و فعلا دقیق نیست که جزا برای آزار جنسی از جمله تجاوز به ناموس چقدر وزن می شود. مقصد جزا البته طوری که قانون جنایتی معین میکند این اصلاح کردن شخصان معین، شخصانی که صادر کردن جنایت. مقصد اساسی جزا همین است. بحث آزار جنسی به خصوص دست درازی به نابالغان پس از آن داغ شد که هفته گذشته جسد یک دختر نابالغ را پیدا کردند. تخمین زده می شود که رفیده 8 ساله نخست مورد آزار جنسی قرار گرفته بعداً کشته شده است. بعد از این حادثه نمایندگان جامعه شهروندی از رئیس مجلس ملی طلب کردند که جزا برای دست درازی به نابالغان شدیدتر شود. البته با سخت‌تر کردن جزا این مشکل حل نمی شود. تجاوزگران همیشه بودند و میمونند، اما ما می‌خواستیم اقلاً یک حادثه مجازاتی آن را نشان بدهیم تا اینکه در آینده نفری که می‌خواهد دست به این کار زند اندیشه کند. Будет очень хорошим примером для многих других. حادثه های آزار جنسی یا تجاوز به ناموس زیاد رسانه می شود که در میان آنها دست درازی به نابالغان از سوی جامعه سخت محکوم می شود. ماه ینور امسال هم نمایندگان جامعه شهروندی از پارلمان طلب کردند که مجازات برای بداخلاقی نسبت نابالغان سخت‌تر کرده شود. ناراضگی فعالان از آن بود که دادگاه یک جوان گمانبر به تجاوز دختر 12 ساله را بر اساس قانون عفو آزاد کرده بود. بعد از یک هفته پارلمان تاجیکستان طرح را بررسی کرد که افراد گمانبر به بداخلاقی نسبت نابالغان را از حق پدر و مادر محروم می‌کند.
علیرضا خدایارف دانشجوی دانشکده آموزگاری ناحیه رشت کشته شده است. علیرضا برادر فرهاد خدایارف رئیس حزب سوسیال دموکرات در ناحیه رشت و جنیدالله خدایارف فعال شبکه‌های اجتماعی است. جنیدالله خدایارف در صفحه فیسبوکش نوشته است برادرزاده او همگی 21 سال داشت و شام 12 ایول در دهه‌شان کشته شده است. این فعال شبکه‌های اجتماعی نوشت در قتل برادرزاده‌اش 5 نفر دست دارند که با عائله آنها خصومت دارند. نظر جانب دیگر هنوز معلوم نیست و مقامات هم درباره این کشتار هیچ جزئیاتی ندادند. ولی جنیدالله خدایارف در صحبت با رادیو آزادی گفت نفرانی که برادرزاده‌اش را کشتند فرزندان آنهایی هستند که در وقت زندانی شدنش علیه او شاهدی داده بودند. جنیدالله خدایارف پیشتر با اتهام پیروی از جریان ممنوع سلفیه زندانی شده بود. فرهاد خدایارف و جنیدالله خدایارف بارها از کار مقامات در ناحیه رشت انتقاد کردند و به گفته خودشان زیر فشار مقامات قرار دارند. اتهامی که مقامات آن را رد کردند. 1 ماه پیش برادر دیگری خدایارف ها را در باغ مرکزی ناحیه رشت لطوکوب کرده بودند. ما این خبر را پیگیری داریم و در صورت دریافت اطلاع بیشتر حتما شما را در جریان میگذاریم. وزیر عدلیه تاجیکستان گفت محمد علی حیات معاون پیشین رئیس حزب حالا در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی به خاطر وضع سلامتیش به مقامات مراجعت کرده است. نزدیکان حیات بارها از بد شدن سلامتی او در زندان شکایت کرده طلب داشتند که جای نگهداری او تغییر داده شود. مظفر اشوریان وزیر عدلیه تاجیکستان روز 12 ایول در پاسخ به این طلب‌ها گفت برای برقرار کردن سلامتی محمد علی حیات تمام چاره‌ها اندیشیده شد. اشوریان روشن نگفت که فعلا وضع سلامتی محمد علی حیات چه خیلی است. وزیر درباره چاره‌های اندیشیده شده هم تفصیلات نداد و تنها اشاره کرد که اگر ضرور شود از بیرون پزشک دعوت می‌کنند. وزیر عدلیه تنها افزود 2 درخواست دیگری محمد علی حیات درباره جایگیر کردن او با محبوس گفتش در یک اتاق و انتقال دادنش به مکان دیگر را رد کردند. پیشتر نزدیکان محمد علی حیات گفتند او از اداره زندان‌ها خواسته است که سید عمر حسینی از معاونان دیگری رئیس حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی را با او در یک اتاق جایگیر کنند. ولی مظفر اشوریان روز 12 ایول گفت این درخواست محمد علی حیات را رد کردند. رد کردن این درخواست هم به گفته وزیر در دایره قانون است. با گفته پیوندانش از تقریبا 200 عضو زندانی حزب حالا در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی تنها محمد علی حیات و سید عمر حسینی که به زندان 1 عمری محکوم شدند در بازداشتگاه موقتی یا سیزا نگاه داشته میشوند که شرایطش در مقایسه با زندان‌ها سخت‌تر بوده است. آنها سال 2015 دستگیر و سال 2016 به حبس محکوم شدند. وزارت تندرستی تاجیکستان از ثبت شدن 34 حالت نوی گرفتاری به کووید 19 خبر داد. به اطلاع این نهاد روز گذشته باز 1 نفر دیگر از کرونا ویروس افتیده است و با این تعداد قربانیان کووید 19 در تاجیکستان به 104 نفر رسید. طبق اطلاع رسمی تا 12 ایول شماری عمومی سیرت یافتگان به کرونا ویروس به 13868 نفر رسیده. 97% بیماران شفا یافتند. ولی شبهه و گمان به آمار وزارت تندرستی همچنان باقی است و برخی متخصصان میگویند تعداد واقعی گرفتار شدگان و افتیدگان از کووید 19 در تاجیکستان بیشتر از آن است که وزارت میگوید. از ماه ینور امسال تا آخر ماه ایون مقامات پای فشاری داشتند که در کشور گرفتاری به کووید 19 ثبت نشده است و کشور عاری از بیماری همگیر است. ستاد مقابله با کرونا ویروس تنها 21 ایون تصدیق کرد که در کشور ساکنان به بیماری همگیر مبتلا شدند. بخش یک روز تاریخ را همکارمان خیرمان بقازاده تقدیمتان میکند که مهمترین تحولات تاریخی در روز 13 ایول را فرا میگیرد. 13 ایول سال 1993 گروه مجاهدین به دیدبانگاه سرحدی 12 نیروهای روسیه مستقر در مرز تاجیکستان با افغانستان حمله کردند. در پی 11 ساعت درگیری ها از هر دو طرف 50 نفر از جمله 25 مرزبان روس کشته شدند. به دنبال آن روسیه در پی مذاکره پنهان و آشکار با مخالفان تاجیک شد. 13 ایول سال 2007 مطبوعات از مراجعت دست جمعی 300 زندانی رزمندگان سابق اتحاد نیروهای مخالفین تاجیک و فرانت خلقی تاجیکستان و پرزیدنت خبر داد. رزمندگان سابق زندانی که اکثرا از 15 تا 25 سال به زندان محکوم شدند در این نامه به گناه‌های صادر کرده خود قائل شده درخواست عفو نمودند. این درخواست در مجموع بی جواب مانده است. 13 ایول سال 2004 نشریات شرق آزاد به چاپ هفته‌نامه آدم و عالم پاسخی رد داد.
شرق آزاد گفته است که چاپ نشریه به دلیل نپرداختن حق نشر بازداشته شده است، ولی این هفته‌نامه که تا آن زمان 4 ماه نشر میشد چاپ مطلبی تنقیدی درباره وزارت دفاع را سبب اصلی منع نشر شماره‌هایش نامیده است. بانک ملی تاجیکستان ارزش سامانه را نسبت به اسعار خارجی برای امروز 13 ایول چنین اعلان کرده است. بیننده عزیز، اینجا رسیدیم به پایان برنامه نوید بامداد. تشکر که با ما هستید و منتظر خبر و پیشنهادهای شما هستیم. تا فردا در همین وقت و ساعت، خدا نگهدار.